بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الإخوة والأخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه مشاهد. انسان در این دنیا، خصوصا اهل ایمانش گاه زیاد می شود و گاه کم می شود. این از طبیعت ابن آدم است. ایمان در قلبش گاه بالا می رود و می بینی که او در نماز در صف اول ایستاده است. می بینی که از کار صباح و مسا را ترک نمی کند. می بینی که دائم زبانش به ذکر خدا تر است. از عبادتش لذت میبرد، از تمام گناه و معصیت میگریزد. دلی با خشوع و چشم گریان دارد، زیرا که ایمانش بالا رفته و گاه ایمانش پایین می آید و تماما کم می شود. ایمان چنین است، زیاد و کم می شود. کجاست فلانی که برای صف اول مسابقه میکرد؟ کجاست کسی که وقتی اذان را انتظار میشد و اذان میداد؟ کجاست فلانی که پیش از نماز بامداد میخست و برای خدا نماز میخواند؟ کجاست فلانی که امر معروف و نهی از منکر میکرد؟ اکنون ایمانش ضعیف شده است. چی کار باید کرد؟ گوش اندازید به این برنامه، شاید که ایمانت بار دیگر بالا رود. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگرید. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هرگاه این حالت را به یاد می آورد گریان می شد. می گفت با همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم تنها نشسته بودیم. ناگهان دستش را تکان داد و گفت دور شو از من، دور شو از من. گفتم ای رسول خدا، با کی گپ میزنی؟ با کی سخن میگویی؟ کسی نزد ما نیست. گفت دنیا به مثل شخص نزدم آمد و خواست فریبم دهد. گفتم دور شو از من، دور شو از من. پس دنیا گفت اگر تو از من نجات یافتی، کسی بعد از تو نجات نمییابد. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. دنیا بسیاری از مردم را هلاک کرده است. به خاطر این نمازش را ترک کردند. قرآن را به خاطر این دنیا ترک کردند. یاد خدا را فراموش کردند به خاطر دنیا. تلویزیون، فیلم ها، سریال ها، کینوها، مجالس غیبت و سخنچینی و بازی ها، این همه دنیاست. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. یکی قرآن میخواند اما با او هیچ تأثیری نمی کند. سنگ آب می شود اما به دل او هیچ تأثیری نمی گذارد. چرا؟ چی شده است ما را؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن میخواند و گریه میکرد. به ابن مسعود میگفت قرآن بخوان. ابن مسعود به او قرآن میخواند و اشک از چشمانش جاری میشد. صلی الله علیه و سلم گریه میکرد هنگام شنیدن قرآن. اما عمر ابن خطاب باشد آیتی را خواند و از پا افتید. در خانه اش می نشست و روزها گریه میکرد. مردم گمان کردند که او بیمار است، اما او بیمار نبود. تنها یک آیت در دل او اثر کرد و او را به زمین افکند. ان عذاب ربك لواقع. این آیه عمر را از پا افتاند. اشک از چشمانش جاری می شد. از این آیه بستری گشت. این از دلهای به ایمان. ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. روز عمر ابن عبدالعزیز در منبر موعظه می کرد. و مردم می خواند اذا الشمس کورت. پس گفت چی خاصیتی داشته باشد آفتاب؟ می خواند و می خواند و می خواند تا اینجا رسید و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت. این را تکرار به تکرار می خواند و گریه می کرد و مردم همراه او نیز گریان شدند. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. چنینند صاحبان ایمان، دلهای زنده دارند، قلبهایشان مؤثر است. عثمان ابن عفان رضی الله عنه بسیار گریه میکرد. حتی نزد قبر می نشست و گریه میکرد. با او گفتند
ای امیرالمؤمنین چرا گریه میکنی؟ و تو وصف جنت و دوزخ را میگویند گریه نمیکنی و اما در وصف قبر گریه میکنی؟ گفت این اولین منزل آخرت است. این دلهای زنده را ببینید، این صاحبان ایمان را ببینید چه خیلی تحت تاثیر قرار می گرفتند. گفت این اولین منزل آخرت است. اگر برای بنده تخفیف در این باشد پس بعد آن سبکتر است و اگر سخت گرفته شد بعد از این سختتر خواهد بود. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قیام لیل، شبها بیدار و روزها روزدار، تلاوت قرآن و ذکر خدا و دلهایی که از خدا می ترسند. چنینند صاحبان ایمان، ترس و امید آنها را به خدا می رساند. مشکل امروزه ما این است که یکی را می بینی 4 وقت نماز را می خواند و پنجمش را ترک می کند. اگر با او بگویی که برادر نمازت، میگوید خدا بخشنده است، ما انشاءالله از اهل جنتیم. ممکن چشمانش از حرام لذت برد و شکمش پر از حرام باشد، زبانش از سخنهای حرام قطع نگردد، با وجود این همه میگوید الله بخشنده و مهربان است. سفیان ثوری هرگاه که به او آخرت را نقل میکردند گریه میکرد. گاه از گریه بسیار در پیشابش خون پیدا میشد و هرگاه که گریه میکرد میگفت خدایا امان امان، خدایا امان امان. ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان. میخواهی که ایمانت قوی و بالا شود؟ تصور کن که در روز محشری، روز قیامت و خداوند پرسپاس را شروع میکند. نامه اعمالت را می آورند، ترازوی اعمال گذاشته شده است و حساب و کتاب سر می شود. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل انظر إليه ترى هل كان ما كان لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي نادى الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي إلى النيران عطشانا وهب لي ثبات أعني وهب لي الثبات بين المقاصد قبل الفرات أعني بفكرك قصص الحياة تلك المشاهد ابو هریره گریان شد. کیست ابو هریره؟ کسی است که حدیث‌های بسیاری از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است. پیش از مرگش گریه میکرد. گفتند که چیست سبب گریه‌ات؟ مردی چون ابو هریره پیش از مرگ گریه میکند؟ برای چی؟ گفت سفری دراز. بعد از مرگم سفری دراز است، اما توشه ام کم است. از آن میترسم که از پل صراط نگذشته به دوزخ افتم. الذين يؤتون ما آتوا نماز، روزه، دعا، رکوع، سجده، صدقه ها، با این وجود از آن ترس داشت که خدا را به عمل ملاقات میکند. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. غریب عجیب است که این که کسی شبها را با موسیقی و خوشحالی می‌گذراند و نمازها را نمی‌خواند و می‌خواهد که از مکر خدا در امان باشد. عجیب است. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
حسن رضی الله عنه میگوید دو شب و دو روز بزرگی است که مردم به مثل آن را ندیدند. کدام است آن دو شب و آن دو روز بزرگ؟ اما آن دو شب یکی از شبی است که مرده را در قبر میمانند، شب یکم در قبر. إني أبثك من حديثي والحديث له شجون فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. بزرگترین شب، شبی که در آن عادت نکرده ای. به خدا قسم که اگر در جاگه خود خواب نکنی آرام نمیشوی، چی رسد به این که در قبر خواب کنی. شب دوم، حسن رضی الله عنه میگوید شبی است که روزی آن روز قیامت است، شبی که هیچ کس از آن نمیداند چگونه از قبر بیرون می رود و چی می شود احوالش در آن روز. اما آن دو روز یکی از روزی است که نزد خداوند برای حساب و کتاب می روی. بنده نمیداند که صاحب جنت است یا دوزخ. روز دوم روزی است که نامه اعمال را می دهند. بنده نمیداند که نامه اش را به دست راست میگیرد یا به دست چپ. قلب‌های با ایمان چنین است، نمیداند که به او چی رخ میدهد. از این سبب دائم در ترس و خوف است، قلب‌ها در تپش است. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی در خوشحالی و خنده و سرور بودند. پیامبر نزد آنها آمد و گفت ای مردم، به من جنت و دوزخ پیشکش شد. من امروز شما را نه در خیر میبینم و نه در شر. به خدا قسم اگر آنچی را که من میدانم شما بدانید، هر آینه کم میخندید و بسیار گریه میکردید. اصحاب سرها پایین کردند و میگریستند. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. زیرا که دلهایشان به ایمان است، از این سبب هر سخن خوب دلهایشان را آب میکند. هر آیت از چشمانشان اشک را جاری میکند. هر حالت آنها را به یاد خدا میاندازد. دلهای مؤمن است. پس تو قلبت را با شنیدن قرآن درمان کن. هنگامی که از پشت امام نماز میخوانی، هنگامی که قرآن میخوانی، بلکه با گذر کردن از قبرستان درمان کن. بعضی مردم را میبینی که مرده را در گور میگذارند، اما پروایی نکرده به بیهودگی و بازیشان دوام میدهند. مرده را در گور میگذارند، این گویا در جنت یا در دوزخ ماندند، پروایی ندارند. چگونه دل است این؟ عمر ابن عبدالعزیز گریست و اهل و عیالش در گریه او گریستند. همسایه ها گریه آنها را شنیدند. صبح به نزدش آمده گفتند ای امیر المؤمنین، ای عمر، چرا دیروز اینقدر گریستی؟ چی رخ داد؟ گفت به یکی از آیه قرآن مرور کردم، از آن به دیگر آیه گذشته نتوانستم. نمیدانم از کدامین این گروه ام. کدام آیت است این؟ فریق فی الجنة و فریق فی السعیر. می گفت نمیداند از کدام گروه باشد، از این یا از آنش. یکی از صالحان گریه میکرد. از او پرسیدند چرا گریه میکنی؟ گفت میترسم که در آتش جهنم پرتافته شوم. میترسم که برای آتش دوزخ آفریده شده باشم. انسان میترسد؟ بله میترسد، لیکن از رحمت خدا امید دارد. لیکن اهل گناه و معصیت محتاجند به کسی که آنها را به یاد خدا اندازد. این چی غفلت است که امروز مردم در آن زندگی میکنند. به خدا روبرو شدنی نیستند. مؤذن اذان میدهد، این برادر نشسته در قهوه خانه. مردم نماز میخوانند و او مسابقه فوتبال تماشا میکند. مردم ذکر خدا میکنند و قرآن میخوانند، او با بازی و اینترنتش مشغول است. با وجود این همه میگوید ما در راه راستیم، ما از اهل ایمانیم. این چی دل است؟
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. میخواهی که ایمان در دل تو افزایش یابد؟ قرآن را با تدبر و تفکر بخوان. زبان را همیشه با یاد خدا تر نگه بدار. در اخیر شب حریص باش، زیرا رحمت خدا نازل می شود و دعاها مستجاب می شود. بیچین و گذشته خودت قضاوت کن، زیرا امروز عمل میکنی و حسابت نیست، لیکن فردا حساب است و عمل نیست. گاه انسان سنگدل می شود و از طاعت کردن می گریزد. آن لذتی که پیش داشت دیگر آن لذت نیست. این یک چیزی طبیعی است. ایمان کم و زیاد می شود. از این سبب است این سنگدلی. به یاد آر شاید سببش گناهی از گناهانت است که در خلوت انجام دادی. فکر کن، شاید نظر به گناهی کردی که ایمانت را فاسد کرد. ران چیست؟ پوشیده شدن دل با گناه و معصیت. حتی مفسرین میگویند که این طاعت انسان را کم میکند و لذت عبادت را از انسان میگیرد و دل را میشکند. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مردان صالح را خلوتشان طاعت خداست، اما دیگران را خلوتشان گناه و معصیت است. عبدالله ابن امام ابن حنبل میگوید روز نزد پدرم در آمدم، دیدم که رو سوی قبله نشسته است و گریه میکند. گفتم ای پدر چرا گریه میکنی؟ گفت ای پسرم قبر و تاریکی آن به یادم آمد. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. خلوت آنها ترس از خدا بود، چون این بود حیات آنها. فضیل ابن عیاض، یکی از عابدان، یکی از صالحان اهل عبادت، امام بود در مسجدش. پسری داشت با نام علی. میگویند روز او داخل خانه اش شد، دید که پسرش گردی خانه دور میزند و گریه میکند. وقتا که در آمد از او پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت ای پدر آتش دوزخ به یادم آمد، چگونه از او خلاص شوم؟ گریان به پدرش میگفت ای پدر از آن کسی که مرا در این دنیا به تو داده است بخواه تا در آخرت نیز مرا به تو بدهد. فضیل با پسرش نشستند و گریه میکردند. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. مایان انسانیم، آره خطا میکنیم، آره گناه میکنیم، لیکن هرگاه که ایمانت ضعیف شد نفست را آماده کن. با قرائت قرآن ایمانت را قوت بده. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سلیمان تیمی، یکی از صالحان، بعد از نماز خفتن شروع کرد به نماز خواندن. رفیقش در برش بود. او گفت سوره تبارک را میخواند. گفت منتظرش بودم تا یک جا برویم. سلیمان به این آیه رسید. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. این را تکرار میکرد، تدبر میکرد. من برآمدم، پیش از بامداد به مسجد آمدم، رفیقم را در همان حالتی که بود یافتم. از بعد خفتن تا نماز بامداد تنها یک آیت را تکرار میکرد. کدام آیت؟ فلما
فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا. گریه میکرد. شبی دراز یک آیت را میخواند. چون این است ایمان زنده. اگر میخواهی قوی کنی ایمانت را قرآن بخوان. قرآن را به تفکر نخوان. صحیفه هایش را به اهمیت نگذران. و مثل یک روزنامه نخوانش که زود تمامش میکنی. پیش از آن که با زبانت میخوانی آن را با دلت بخوان. افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. جویای همنشینی با صالحان شو تا ایمانت قوی شود. زیرا بعضی از مردم سبب خرابی ایمانت می شود. هرگاه می خواهی ایمانت را قوی کنی خرابش می کنند. از این مردم بگریز همچنانی که از شیر می گریزی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. از بعضی مردم خدایا پناه. نشستن با آنها ایمانت را نابود می کند. جویای مردم صالح باش. ابن قیم رحمه الله می گوید هرگاه که دنیا به من تنگ می شد و در ایمانم ضعیفی را احساس می کردم با استادم می نشستم تا اینکه ایمانم بالا و قوی نمی شد نمی خیستم. کیست ابن تیمی؟ ابن تیمی چندین سال در زندان افتاده است. باری آخر کسی که با او در زندان بود گفت قرآن را از یاد 81 مرتبه ختم کرده است. بیمار می شد و لیک قرآن می خواند تا اینکه به این آیه رسید. قول الله عز وجل ان المتقین فی جنات ونهر في مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این آیه را می‌خواند و اشک از چشمانش جاری می‌شد تا که روح از بدنش به سوی خدای ذوالجلال رفت. همنشینی با صالحان ایمان را قوت می‌دهد. پس مسجدهایی که وطن ایمان است باید جای شما باشد. نمازها و عبادتها را زیاد کن تا ایمانت به قوت شود. زیارت قبر کن ایمانت را بالا می‌برد. زیارت قبر آخرت را به یادت می‌آورد. کدام یکی از ما فکری به قبرستان رفتن را کرده است غیر از این که از پس جنازه رفتن؟ از پس جنازه رفتی؟ مردم برآمد قبر را پوشانیدند. تو بنشین به قبرها نظر کن به مرده ها نگاه کن. این از بزرگترین وسیله قوی کردن ایمان است. بنشین نزد قبری که برای مرده آماده شده است. شاید این مرده من باشم یا تو باشی. آگاه باشید که زیارت قبر آخرت را به یادتان می اندازد. خواهی که ایمانت قوی شود پس دعا کن. خداوند ایمانی هر یکی ما را قوی بگرداند. ان شاء الله في مشهد من المشاهد الاخرى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي على الاعتذار فقد خاب قلب مضى في السبات إلى